خب ببینید عزیزان، یک موضوعی، اول اینکه برای اینکه متوجه منظور ما بشید، گاهی یک سری نشانه ها هستن، عرض کردم بسیار در قدیم، بسیار روی اون تأکید کردم. نشانه هایی هستن که این نشانه ها شاخص هستن. حالا بعضی سوال براشون، شاخص یعنی چی؟ یعنی مشخص، یعنی قابل اشاره با انگشت هست، یعنی در یک محیط مشخص هست، این میشه شاخص. یک محیط، یک صخره، یک سنگ، یک درخت، یک برآمدگی، این میشه شاخص. حالا این شاخص گاهی میتواند طبیعی باشد. طبیعی یعنی چی؟ یعنی دست بشر در آن دخالتی نداشته باشد برای سوء و جهت‌دهی و برش در آن، اما با کاربرد باستانی باشه. اینجا موضوع مهم میشه. یعنی چه با کاربرد باستانی باشد عزیزان؟ دقت داشته باشید. یعنی اینکه یک لقمه آماده از خود طبیعت که مهندس بسیار قوی هست عموما، اما چون به عنوان یک لقمه آماده بوده، یک شکل آماده خودش به وجود آورده، دقت کنید عزیزان، می اومدن از اون استفاده میکردن. حالا چرا؟ چون که یک صخره‌ای که خود طبیعت میاد در آن شکل ایجاد میکند، این هم مستتر هست، توجه کنید، یعنی استتار داره با خودمون، چون جای قلم زنی و الی غیر روش نیست. همین که عموما شاخصهای باستانی طبیعی با کاربرد باستانی، اینها انسجام و ماندگاری و استحکام بسیار بیشتری داره. دقت کنید. پس شد در کارهای طبیعی با کاربرد باستانی می آمدن یک محیط، یک صخره با شکل آماده خود طبیعت به عنوان لقمه از آن استفاده می کردن، زیرا که هم مستتر و استتار در محیط بوده، هم رنگ و هم شکل در محیط بوده، هم اینکه استحکام بیشتری داشته. توجه کنید. و همین که شاید گاهی نیاز داشتن سریع یک دفینه ای رو قرار بدن، یک رمزی رو انتخاب کنن که همون شاخص می شده و سریع یک برشی انجام می دادن، یه اتاقکی درست می کردن، اونو پلم می کردن، شاخص هم می شد همون. می گفتن آقا برفرض اون شاخص وزیری، اون شاخص اشرافی، اون نسخه وزیری، نسخه اشرافی یا نسخه شخصیش می نوشت در فلان قریه، در آن دره نامی که اسمش رو می آورد، بر روی دومین گذر پیچگاه سنگی شاخص به شکل شتری خوابیده قرار گرفته است که صورت و گردن آن به سمت شرق می باشد و در قسمت کمره آن در زیر منتها نزدیک به زمین در دل کمر آن یک اتاقک دفینه قرار می گرفت که باید آن را در کمر که به وسیله ملاتی ساروج و دولایه مسدود شده است باز کنید و می آمدن وزنش رو هم قرار می دادن. توجه کنید، وزنش رو هم قرار می دادن و اقلام در اون اتاقک رو هم قرار می دادن. حالا برای بعضی ها هم یک سوالی پیش میاد. اینجا ما داشتیم توضیح میدادیم که یک نماد طبیعی با کاربرد باستانی اشرافی نسخه دار یعنی چیه، چرا استفاده میکردن. حالا اینجا میرسیم به مبحث خود نماد که شتر هست. بعضی ها میگن نماد شتر. ببینید عزیزم، من دارم بهتون میگم طبق تجربه بنده حسین دوست، 10 کار نماد شتر رو که دیدم نتیجه داده، شتر حکاکی نبوده، بلکه همین شترهای شاخص با شکل طبیعی کاربرد باستانی بوده. یعنی یک صخره‌ای که در شکل و شمایل شتر بوده، همون رو می آمدن استفاده می کردن به عنوان سنگ شاخص و توجه کنید از همون استفاده می کردن. چرا حالا شتر؟ ببینید در باستان ما یک سری واحدهایی داشتیم.
اگر دقت کنید برید در کاخها، برید در نسخه ها، در کتب، میبینید مثلا میگن یک بار شتر مثلا ابریشم، یک بار شتر نقره، 100 بار شتر مثلا به شما عرض کنم شمش طلا، مثلا واحد اندازه‌گیری به یغما بردن خزانه داریوش سوم توسط اسکندر مقدونی، یک بخشیش طلاها، توجه کنید طلاها شتر بود، توجه کنید طلاها و نقره ها میگفتن 70 بار طلا نقره از خزانه خارج شد و 40 بار شتر طلا خارج شد. یعنی شتر خودش یکی از واحدهای اندازه گیری بوده. چرا؟ چون که حیوانی بوده که از آن برای جابجایی تاجران، برای به عنوان حیوانی برای باربری توسط خراجگزاران و ساتراب ها که میخواستن خراج خودشون رو، مالیات خودشون رو، هدایای خودشون رو از سر تا سر جهان باستان برای یک شاه شاهان ببرن، سوار بار شتر میکردن. به خاطر همین برید در تخت جمشید شما شترها رو میبینید گاهن که بار بر اونها هست. به کتیبه ها برید ببینید، میبینید جلوی شاهان عموما حیوانات 4 پا مثل اسب، مثل شتر قرار می گرفته که روی اونها بار هدایا قرار می گرفته که می گفتن از فلان جا یک بار شتر هدیه تاقه طلا، 4 صندوقچه طلا بر بار شتر می آمده. به همین دلیل شتر عموماً به عنوان نماد و سمبولی در نظر گرفته می شده که همراه خودش باری ارزشمند را حمل می کرده. توجه کنید عزیزان، این خیلی مهمه و خیلی هم ارزشمند هست و برای بسیاری از کارها هم استفاده می شده. اما یک مبحث دیگه، حالا آیا همیشه قرار هست بار شتر داخل خود صخره باشه؟ خیر عزیزان، خیر. در این کار که دارید می بینید در کمرش باز شده یک اتاقک، درسته؟ گاهی در زیر خودش بستگی داره این روی یک صخره باشه، روی یک زمین باشه مثل این سنگ که یک تک صخره به این شکلی هست عزیز من، کجا باشه، در چه ارتفاعی باشه، نزدیک کدوم قلعه باشه، چه شاخصه های همراه خودش بیاد، تپه نزدیک خودشه، بالای تپه است، در شیبه، در نوک کوه، کجا باشه. توجه کنید. یک مبحث تکمیلی دیگه هم بگم الان، به هر حال باید جزء این آموزش ها بهتون بگم. گاهی هم هست یک سری نمادهایی رو، مثل همین نماد شتر رو براتون مثال میزنم که ما گفتیم طبیعی با کاربرد باستانی، درسته؟ حالا یک حالت دیگری هم هست طبیعیه، توجه کنید، طبیعیه با دخالت محسوس. یعنی چی؟ یعنی یک نمادی بوده، یک صخره‌ای بوده، خب یک حالت کهان شکلی داره، یک قسمت برش خورده، یک کمر شکل درازی داره به عنوان قواره گردن و صورت و یک پشته به عنوان کهان، درسته؟ گاهی برای رمزگذاری دیگه نیاز نبوده همه این رو برش بدن عزیزان، می آمدن مثلا در یک قسمتی به صورت نامحسوس که مشخص نباشه برای آن چشمی رو در نظر می گرفتن یا دهانی رو حکاکی می دادن، یا اینکه گاهی می اومدن قسمتی از سر رو مقداری بسیار محسوس نامحسوس می اومدن برش میدادن که کار رو جیغ نکنن به قول گفتنی. توجه میکنید؟ در این کارها هست کار طبیعی با دخالت نامحسوس قلم مهندس باستانی ولی با کاربرد باستانی. توجه میکنید؟ متوجه منظورم میشید؟ یعنی یه سری نشانه ها هست اینها رو دیگه هیچ گونه دخالتی در اون انجام ندادن، یعنی کوچکترین قلمی هم به اون نزدن، کوچکترین اشاره‌ای برای خود حکاکی روش انجام ندادن، از همون به عنوان لقمه کاملا آماده استفاده میکردن. گاهی که نیاز بوده، حالا مثلا میخواستن اتاقک دفینه رو در جهت جلو قرار بدن، در روبرو قرار بدن یا در جای غیر از خود بدنه شتر قرار بدن، می اومدن یک سری رمزهای نامحسوس با حکاکی های بسیار نامحسوس و اندک فقط برای رمزگذاری که عموما از یک جهت قابل مشاهده هست، از یک ارتفاع قابل مشاهده است و گاهی هم دیده شده که در یک تایم خاص، مثلا در غروب، در طلوع یا در زمانی که آفتاب در رأس خودش هست عزیز من،
قابل شناسایی هست که در این صورت معمولاً دفینه اون نماد شتر میتونه جا به جا بشه، مقداری یک مقدار با فاصله قرار بگیره، زیر قرار بگیره، که دیگه اون بستگی به اون رمزهایی دارد که روی خود نماد شتر قرار میدادن و حکاکی میکردن. پیروز و موفق باشید. حسین ایران دوست. امیدوار هستم که این مطالب آموزشی مورد کارآمد و کاربرد برای شما عزیزان باشه. پیروز و موفق باشید.